Nach meinem Vorschlag, das Leben von Josephine ausführlich zu erforschen, stimmte die Klientin begeistert zu. Daraufhin fand am 17. März 2024 die zweite Sitzung statt. In dieser Sitzung erhielten wir viele Details aus Josephines Leben, die als solide und zuverlässige Grundlage zur Überprüfung der Fakten dienen konnten. Mit dieser Fülle an Informationen entstand die Idee, das Ganze vor Ort genauer zu untersuchen. Dieses Vorhaben war ohne Sponsoren zwar sehr kostenspielig und schwierig, aber dennoch machbar. Nachdem wir unsere Ankündigungen angekündigt hatten, meldete sich die Klientin überraschend im Mai bereit, die Reise anzutreten und nach England zu fliegen. Diese Initiative begrüßte ich mit großer Freude. Nach den notwendigen Vorbereitungen für annehmbare Videoaufnahmen und die Reiseplanung flog ich am 2. August von Hamburg nach New York. Und die Klientin reiste gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn an und traf am 3. August ein. Um die historischen Informationen aus der Hypnosesitzung abzugleichen, setzte sich die Klientin intensiv ein. Vor der Zentralen Universitätsverwaltung in England wurde uns sogar ein Historiker zur Verfügung gestellt, der die Angaben der Klientin über das Middleham Castle, dessen Bewohner und die geschichtlichen Ereignisse dieser Zeit auf ihre historische Richtigkeit hin zu überprüfen. Diese sorgfältige Herangehensweise war ein wichtiger Schritt, um die Verbindung zwischen den Erinnerungen und den tatsächlichen historischen Gegebenheiten zu überprüfen. یه کلم گل زرد دور برم هست بهشون دندلاین میگن گل وحشیه هوا چجوره؟ آفتاب بالای سرمه فکر میکنم نزدیک ظهر. Ich freue mich, dass du hier bist. Wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. So bleibst du immer dabei und verpasst keine spannenden Inhalte mehr. اینجا خیلی هیجان زده هستم. یه سبد دارم. انگار میخوام یه منتظر یه نفرم مثل حالت پیکنیک منتظر یه نفر. چند سالته؟ 19 سال. من میخوام خودتو تشریح کنی. موهام صاف و بلند قهوه‌ایه. لباس حالت سفید بلند. یه مقدار تور هستش. لاغری چاقی؟ لاغره. چشمام آبیه. بله. پوست صورت چجوریه؟ روشنه. سفید نیست ولی روشن. سفید پوستم. بله. استخونیه؟ صورتت توپله چجوریه؟ گرده کشیده است؟ بیجیه. نمیدونم چرا میلرزم. دست تو کاملا خوبه. به من بگو این هیجان تو برای چی هست و منتظر چه کسی هستی؟ منتظر دیدن دوستم. خانم یا آقا؟ آقا. چیز دیگه اونجا هستش که نظرت جلب کنه؟ طبیعت، چمن سبز، گلای زرد. بله. رودخونه هم میبینم رو برم. خیلی هیجان. بسیار خوب. چه کسی؟ یه پسر هم سن سال من هست داره میاد. موهای بلند داره. فکر کنم همدیگر دوست داریم. قشنگ تشریحش کن. لاغره، هم قد منه، تقریبا هم بلنده. وقتی به تو میرسه چه واکنشی نشون میده؟ گلوشو برمیدارم.
تو چجوری صداش میکنی؟ هنری صداش میکنه. هنری. حالا من میخوام برید درست به اون لحظه‌ای که هنری تو رو صدا میکنه و آوای صدای اون رو میشنوی. چجوری صدات میکنه؟ جوزی. بعدش تصمیم میگیره چیکار کنید؟ نشست پیشم داریم غذا میخوریم. اولین بار هنری رو میبینی یا اینکه قبلا میشناختیش؟ میشناختمش ولی فکر کنم اولین بار با هم تنها هستیم. از چه زمانی تو هنری رو میشناسی؟ اولین بار تو هنری رو دیدیش و شناختیش. حالا چند سالته؟ کجا هستی و چه میکنی؟ 8 سالمه. تو همسایه‌مونه، تو هم کوچه است. این کوچه رو یک بار دیگه تشریح کنید. شیب تون داره. کدوم خونه همسایتونه؟ 2 خونه پایین تر روبرومونه. و تو برای اولین بار هنری رو میبینیش؟ بله، دم در خونهشون داره و نگاه میکنه. با تو هم از اون خوشت اومده؟ نه، اینجا فقط دارم میخواد بازی کنیم. من دم در خونه وایسادم. بارون تازه اومده، زمین فیسه خوره و هنری هم در خونهشون رو وایساده. یه کلاه کوچیک رو سرشه داره به من نگاه میکنه. اولین بار دیدمش کنجکاوم بدونم کیه، بچه جدید تو کوچه. من میخوام اینجا رو ترک کنی. حالا به من بگو چند سالته؟ کجا هستی؟ چه میکنید؟ من هنری با ماریا هستیم. چند سالته؟ بزرگترم یه خورده، فکر میکنم 10-12 ساله. هنری داره یه چیزی تعریف میکنه، ما هم داریم گوش میدیم. در مورد فکر میکنم دعوایی که با پسری دیگه کرده بود. به چه دلیل دعوا کرده؟ نمیتونم بفهمم. فقط حرفه فایت رو میزنه. بله. داشتن زد و خورد کشیده شد. آیا طوریش هم شده؟ یا اینکه فقط یه دعوای خیلی؟ دعوای کودکانه بود، نه طوریش نشد. بسیار خوب. آیا شما مدرسه میرید؟ هنری مدرسه میره. من خودم درس میخونم. خودت تو خونه درس میخونی؟ بله. چه کسی به تو درس میده؟ خودم همه چی یاد میگیرم. تنها دارم میخونم. خودت به تنهایی یاد میگیری؟ بله. چجوری شروع میکنی؟ من پشت در کلاس هست وایسادم دارم گوش میدم. چند سالته؟ فکر کنم 7 سالمه. این کلاس کجاست؟ از خونه چقدر فاصله داره؟ نزدیک خونه است. یه ساختمون سنگیه. از خونه که میام بیرون از شیب میریم پایین، بعدا سمت چپ هستش. آب نزدیک آب هست. دست چپ که میپیچی اون ساختمونی که هست، بعدا میتونیم آبم ببینیم نزدیک. این ساختمون سنگی چجوریه؟ 2 طبقه است. همش از سنگه یا اینکه اونم ترکیبی از سنگ و چوب؟ نه، این همش از سنگه. سنگای خاکستری. به نظرم میاد که فقط پسرها دارن درس میخونن. یواشکی میری؟ اگه تو رو ببینن چجوری میشه؟ چی میشه؟ همه اینا رو توضیح بده. من یواشکی میرم. در ساختمون مثل یه تاقیه که بالاش گرد هست، وارد که میشیم. ولی در نداره؟ فقط یه تاقیه؟ تاقیه که مثلا اسبم میتونه با دورش. بله. من از اونجا رد میشم. بعدا یه حیاط بزرگه. بعدا این کلاس ها دور اون حیاط هسته. من پشت کلاس ها چند تا کلاسه؟ زیاده؟ نه زیاد نیست. فکر میکنم بله.
تا کلاسه. توی حیاط که میری کسی نمیبینده؟ چرا خطرش هست. یواشکی میرن پشت پنجره ها. خب آیا تو شده تا حالا توی کلاس رو نگاه کنی ببینی چه شکلیه؟ بله یواشکی نگاه میکنن. خب چجوریه؟ چند تا حدوداً؟ چند تا شاگرد توش نشستن؟ معلم کجاست؟ توی کلاس چه شکلیه؟ چجوری نشستن؟ توضیح بده اینها رو همه. تو کلاس برمی خورده تاریکه ولی همشون پسرم، معلمشون یه مرده دارم می نویسن با قلمی که قلماشون هم مثل پر میمونه. معلمشون بینشون را میره نگاه میکنه چی نویسن. آیا شده از این یواشکی دیدن ها یا گوش دادن ها کسی متوجه تو بشه؟ یه نفر یه آقایی من رو دید ولی ببین خودش نیاورد. میدونه من میام ولی ببین خودش نیاورد. چه مشکلی پیش میاد اگر دخترها خوندن و نوشتن یاد بگیرن؟ تنبیه بدنی میشن. آیا تو هم تا حالا شده تنبیه بدنی بشی؟ بله فکر میکنم. بله کی متوجه شده که تو خوندن نوشتن یاد گرفتی؟ یکی از پسرای اون کلاس که اون فکر میکنم مادرم گفت تنبیه شدن و به مادر گفت و مادر تنبیهت کرد؟ بله فکر میکنم هنری برای همین دعوا کرده بود. دعوای هنری به خاطر همین بود چون اون پسر در واقع تو رو داد که یاد گرفتی و هنری میدونه که تو داری یاد میگیری، درسته؟ بله. خوشحال هنری از این مسئله؟ مادر چجوری تنبیه کرد؟ تنبیه شدید بود یا اینکه با یه چوب زد به پشت؟ آیا هنری در این رابطه به تو کمک میکنه؟ بله با پشتیبانه. ماریا هم مثل تو سعی میکنه که یاد بگیره یا اینکه اون علاقه ای نداشت؟ نه ماریا علاقه ای نداره. آیا ماریا میدونست که تو داری یاد میگیری؟ بله. غیر از هنری و ماریا چه کسی دیگه میدونستن که تو خوندن و نوشتن بلدی؟ کسی نمیدونست تا اون پسر رو داد. چیکار میکنی دیگه؟ تو وارد مدرسه میشی یا نمیشی؟ نه دیگه وارد نمیشم. وقت که تنها هستم خودم ادامه میدم یا میخونم. به زمانی که با هنری با هم برای بازی یا اصلا گردش توی شهر یا محله با هم هستید، به من بگو چند سالته؟ کجا میری؟ چه چیزایی میبینید؟ وقتی بزرگتر شده فکر میکنم یواشکی رفتیم با هم دیگه، فکر یه جایی مثل بازار. از اون لحظه به من بگو چند سالته و چجوری شروع میشه و دقیق مسیری رو که به سمت بازار میری توضیح بده. یه خیابون باریک سنگ فرشه که سمت چپ من مغازه است، سمت راست که دیوار سنگیه و همینجوری دار بدم. من میخوام این مغازه رو نگاه کن. این مغازه چه مغازه‌ای هستش؟ مغازش از چوب فقط حالت ساختمون موقتی داره، مثلا انگار موقتیه دائمی نیست. صحیح، مثل یه دکه یا یه چیزی. برای چی هست؟ چی میپوشه اون تو؟ انگار نمیدونم یه چیز موقتیه که از تمام دنیا اونایی که مسافر میرن چیزاشون میارن اونجا نشون میدن، مثل نمایشگاه. مثلا چیزی نیستش همیشه باشه. زمان به خصوصی، روز به خصوصی که این مغازه رو اونجا گذاشتن یا چی؟ بله همیشگی نیست، موقتی، روز به خصوصی.
تو اینجا چند سالته؟ 18 سالمه. مسیری رو که میری کاملا دقیق، خوب همه چیز رو دقت کن و به من بگو تا بازار به چه صورت هستش. حالا خونه ما بالای تپه، بالای کوچه است. هر دفعه که میام باید بیام پایین اول اون مسیر رو طی میکنم، بعد اینجا باید میپیچم دست راست. یه کوچه که خورده پهن‌تره، بازم سنگ فرشه، یه طرفش طرف راست دیواره، طرف چپ این مغازه موقتی هست. بعد بازم ما به آب نزدیکیم، کلا پایین کوچه به هر طرف که میریم به آب نزدیکیم. این آب یه کاناله یا رودخونه است؟ چیه؟ فکر میکنم کانالی که به دریا وصل میشه. خب به سمت بازار میری، کجا با هنری قرار میگذاری؟ نزدیک مغازه میاد، یه دفعه دستمو میگیره. میخوایم ببینیم که اون دریا نوردا چی آوردن، کنجکاویم که بدونیم از دنیا چه خبره. این در واقع این بازاری هستش که دریانوردای حالا جای دیگه همه اونجا جمع میشن و محصولاتشون رو میارن یا چیزاشون رو میارن، اینجوریه؟ بله. آیا شما تو این بازار چیز جالبی هم پیدا میکنید که بخواید بخرید یا پیدا بگیرید؟ یه نقشه توجهم جلب کرده. بله. خب این نقشه رو خوب دقت کن. این نقشه چی هست؟ نقشه دنیاست فکر میکنم، تا جایی که کشف شده بودیم. بله. رنگش مثل انگار روی پوست کرم رنگ کشیده شده با رنگای قهوه‌ای و قرمز و سیاه شکلاشو کشیدن. این نقشه رو باز کردین، قشنگ نگاه کردین؟ بله. خب حالا کاملا دقیق این نقشه رو نگاه کن. تمام کشورها، سرزمین‌ها اسمشون نوشته شده. قادر هستی بخونیم؟ کلمه ایژا، پرشیا. بله. آمریکا نیست توش. آسیا و اروپا هست. من دوتا رو میبینم. آفریقا چی؟ یه مقداری چه بله آفریقا رو میبینم. بسیار خوب. این برای شما جالبه این نقشه؟ قبلا ندیده بودید تا حالا؟ نه. قصد داشتید این نقشه رو بخرید یا چیکار کنید؟ هنری میخره نقشه. آیا این روز خوشایندی بود؟ لذت میبرید؟ چه مراسمی بود؟ چه چیزایی دیدید جالب بود براتون؟ که چیزای خیلی جدید دیدیم، آدمای خارجی دیدیم، زبانای دیگه شدیم و اینکه با هم بودیم. بیرون موزیک بود، رقص هستش. آیا شما هم با هم میرقصید؟ بله، یه رقصی از دستم دیگر میگیرن میچرخن. جمعی میرقصن؟ نه، دو نفر.